سلام، موشکاف هستم، مخلص همگی. آقا پس پریشب یه نگاهی به تیویریش انداختم، بعد یهو با صحنه‌های مواجه شدم که از شما چه پنهون یه علامت سوال گنده وسط سر خلوت بنده ثبت شد. شما صحنه ها رو ببینید تا بعد سوال موشکافو ترک کنم. آرزومونه ما همیشه از نزدیک رهبرمون رو ببینیم و بگیم هستیم آقا. آقا سردی نداره، گرمی نداره، ما همه جوره هستیم. ما با آقا هستیم. سلامتی آقا، سلامات. در میان صفها سربند هاست که با تو سخن میگوید، سربند هایی که یک دنیا حرف پشتشان است، یک دنیا حرف دل. و ما سعی میکنیم که برای آقامون زینب باشیم و توی شرایط سختی که قرار میگیریم بتونیم قوی باشیم و از رهبرمون دفاع بکنیم. همیشه هم پشتش هستیم. آقا مگه چه خبر شده که این بسکیجی ها و دخترهای معاویه اینجوری به جلز و ولز واسه آقای شاسی در رفتهشون افتادن؟ میخوان در شرایط سخت قوی باشن و از علی گدا دفاع کنن و پشتش باشن و هستن و سربندشون هم حرف میزنه و راستی چه خبره؟ تازه ناله های اینا که تموم میشه تیویری شروع میکنه، گوش کنی. جامانده ها می دویدند تا از قافله عقب نمانند. آنها خوب می دانند جاماندگان در تاریخ چیزی جز خسران و حسرت نصیبشان نشده. ای بابا، جامانده چیه؟ اینا وامونده و درمونده و تموندن. ته خطم گله‌ای رفتن جمع شدن دور ریش سیدعلی و یه آبخوره اساسی گرفتن. سیدعلی هم با گردن کج یه روزه سرپایی درست حسابی براشون خوند. می شود گفت که این جلسه یک جلسه بی‌نظیری است. مستمعین از قشر نخبه، گویندگان از قشر نخبه و با این اخلاص و شور و شعور این جلسه رو تشکیل دادید و ما را هم امروز به فیض رسوندید. خلاصه سرتون رو درد نیارم. بنده موشکاف نشستم فکر کردم که راستی چه خبر شده که این نخبه های ساندیسی نظام یهو به دست و پا افتادن که سیدعلی رو به فیض برسونن. فکر کردم تا اینکه یهو برینگ دوزاریم افتاد. این عکس‌ها رو یه بار دیگه ببینیم. بله، این بسیجی‌های دل و دماغ سوخته از یه طرف زهرخوری خفتبار ولایت رو میبینن، از یه طرف هم چشمشون به این روزنامه ها میفته و دور برداشتن کوسه واسه شاهی رو میبینن. اینجاست که دلشون هری میریزه پایین و همچی بزوار رو میارن به فیضیه ولایت. کل گنده هاشونم پاش بیفته اینجوری لگد میزنن تو پک و پهلوی کوسه. خفت دوم نحوه مواجهه با رئیس مجمع تشخیص مصلحت بود. بی‌ادبی عضو این گروه در ملاقات رسمی توهین به شخصیت هاشمی نیست، بلکه توهین به کشور و ملت است. اگرچه هاشمی کوچکترین حرکت مثبت غرب را بسان کوهی می‌بیند، اما این برخورد را نباید شخصی دید، بلکه توهین به عرف حاکم در روابط دیپلماسی است. نه فیضیه سیدعلی و بسیجیاش دردی از این نظام دوام میکنه، نه خوابای پنبه‌دونه کوسه واسه کوهنوردی با غرب. ملت اول و آخرتون رو جارو میکنن، با خاک‌انداز سوتتون میکنن تو خاک روبه. میگی نه؟ حالا نگاه کن. دوره ملا
ماشالله دیگه آخر شده، شیخ ترور وارثم تر شده. سید علی کف کرده سر دوراهی، بد بوده حالش حالا بدتر شده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. هاشمی از عاقبتش ترسیده، ماست و خیار و جام زهرا چیده. سید علی جای این که لب تر کنه، منقل و بمب و هسته رو چسبیده. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنن فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. من میخوام عزبارو داغون بکنم، ریخته شد اون دون بکنم. باور و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم. به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. من میخوام عزبارو داغون بکنم، ریخته شد اون دون بکنم. باور و بچ نظامشو قیمه بادم چون بکنم. به صف مشت و سیلی فیسشو مهمون بکنم. غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو. غنی کنه بمبشو، صاف میکنم فکشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. بندازه بالا زهرا، میچینن اون دنبشو. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.